дар шаҳри хуҷанд дар олимпиадаи фаннии шаҳрӣ 1950 нафар хонандагон иштирок доранд. даври шаҳрии олимпиадаҳо аз 1 ноябр оғоз гардида то моҳи декабр идома мекунад. ҳол дар гимназияи рақами 4 шаҳри хуҷанд олимпиадаи шаҳрӣ байни хонандагони ҳамаи муассисаҳои таълимӣ оғоз гардид. олимпиада дар ду давр баргузор шуд. даври аввал дар муассисаҳои таълимӣ бо иштироки зиёда аз 20 000 хонандагон гузаронида шуд. طبق فرمان مدیر شعبه معارف از 22 سپتامبر سال 2021 در همه مؤسسات تعلیمی شهر خوجند دور یکم المپیاد خوانندگان گذرانده شد. طبق نظامنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یک چند نمودی المپیادهای مکتبی برای خوانندگان معین کرده شده است. طبق نظامنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان یکچند نمودی المپیادا مقرر شده است. خوانندگان صنف‌های 5، 6 و 7 و 8 المپیاد نورسان از فن‌های طبیعی، ریاضی و جمعیتی و گمانیتری. برای خوانندگان صنف‌های 9 المپیاد دستوی از فن‌های طبیعی، ریاضی و جمعیتی و گمانیتری و برای خوانندگان صنف‌های 11 المپیاد نامی گذرانیده می‌شود. مقصد از برگزاری المپیادهای مذکور در آن میباشد که توجه دولت، توجه پیشروی معظم ملت نسبت دریافت خوانندگان بالایقت خیلی هم بالا رفته ایستاده است. ناگفته نماند که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها به توسعه رسید و همچنین از روی این برنامه مذکور مرکزی ما برای دریافت نمودن خوانندگان بالایقت آزمون‌های گوناگون المپیادها گذرانده ایستاده ایم. سنه 1 نوامبر المپیاد برای خوانندگان صنف‌های 5 و 6 گذرانده شد و نتیجه آن معین گردید. المپیاد شهری برای خوانندگان صنف‌های 5 و 8 سنه 9 نوامبر و برای خوانندگان صنف‌های 9 و 11 ماه دکبر جمع بسته می‌شود. خوانندگانی که از دوره شهری المپیاد می‌گذرند به دوره ولایتی رخصت می‌گیرد. دوره ولایتی المپیاد فنی خوانندگان از ماه فوریه تا ماه اپریل برگزار خواهد شد. به دوره ولایتی باشد از هر یک فنی جمعیتی گمانیتری 2 نفری، از مکتب‌های تیپ نو و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و همچنین از فن‌های طبیعی ریاضی باشد 3 نفری، از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و مؤسسه‌های تیپ نو به درخواست گرفته می‌شود. دوره جمهوری المپیادا برای خوانندگان صنف‌های 11 ماه مارس و برای صنف‌های 5 و 10 ماه اپریل و مای برگزار می‌شود. گزارش نصیب جان ابویف و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.